باز یک خوشخبر از برنامه ارمون. چند پیش پسرچه 2 ساله عبدمانونزودا اکبر با تشخیص نقصان مادرزادی دل، نقصان تواره‌ای بین معده‌چگی در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت جراحی گشت. عملیات جراحی مدت 3 ساعت دوام یافته به یگان دشواری و عریضه انجام یافت. طبق اطلاع طبیبان هنگام عملیات جراحی نقصان پورا برطرف گشته، منبعد کودک با دل سالم عمر به سر میبرد. ارزش خراجات جراحی دل کودک بیمار عبدمانونزودا اکبر در مجموع 26,000 سامانی مبلغ را در بر گرفت که پورا از طرف فوند خیریوی ارمون با کمک پولی مردم سخاوت پیشی دیار پرداخته شد. پس از گذشت عملیات جراحی، پسرچه نزد مادرش صحت و سلامت قرار دارد. مادر کودک استقامت کننده شهر کانی بادام زینور عبدالگزییوه از شفا یافتن دلی فرزندش شکرگزار است و به طبیبان و کل مردم سخاوت پیشه دیار برای کمک و دستگیری سپاسمندی اظهار می نماید. رحمت شما به یاردم کردید و رحمت نقص پیش دلش شاو کرده میشد، تازه نه نقص نه لیچینی که نمیشد اپرسته میکنیم گفتن. بعضی دکترها برده نشان هم چارته گفتن، دلم خاطر بود. اینجا آمده اوزی همه اوزی کاغذش پیش دکترها درارده و کنم نه یک تا دلتون تخ کنید گفتن، یک تا پراکشه گفتن اپرسته میکنیم نقص میشد گفتن. 2.5 ساعت به اپرسته بروردن. چه خاطر شدم، خدا ناله میشکرم. 2 ساعت که ایساد دویم روز من خدا به بالا بروردم، گیره که ساز خودت نیساد همون شب برونده فرامده ایسادم سیمی تجبه گشته مسحر قطی خودم که فروردم همون فروردن زمنا را رفت. دلش پیش تیز میزد، قش کریم شد، تازه نه نقص دلش گوش کریم بینم، نقص سکی میزنه، پیش دلش تیز میزن، حالتش نقص دیگه پرسکه نمیشد افتاد. به 2.5 ساعت برمده هم باشم نقص دلش سالیم گفتم. همه یاردم کردید و رحمت که یک سوم دیگه باشد پولش مول شود. بچه‌ام نقص شد، دخترها رحمت همین بچه‌ام نقص شد. اکون زبونی دراز که میرم خونم به قلتقه بپر کرده. خرسندی و خاطری جمعی مادر و باز یک کودک شفا یافته امروز برایمان بهترین کامیابی است. قطره قطره دریا شود. محض در همدستی و همکاری با شما بینندگان گرامی ما توانستیم آرزو و آرمان صدها عائله‌های نیازمند را تا این مدت عملی گردانیم. در آینده باز بسیار کارهای نیک را همراه انجام خواهیم داد. مشتریان شرکت موبیلیتی سل، زیت موبایل و ویلون موبایل و مگافون تاجیکستان چون همیشگی به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و در جمع‌آوری مبلغ برای کودکان بیمار کمک نمایید. برنامه ارمون پیگیرنده کارهای نیک و ثواب است. پیگیری برنامه ارمون باشید.